سلام به بچهای خوب کلاس نهم. بچه به کلاس درس من محجوبه بهزادیان خوش اومدین. امروز میخوایم درس سوم، درس مهم فصل دومتون، قدر مطلق و محاسبه تقریبیشو با هم دیگه شروع کنیم. توی این ویدیو من صفحه 28 و 29 از شروع قدر مطلق رو تو کتابتون آموزش میدم. ویدیو بعدی میریم 2 صفحه بعدش آموزش میدم. تمرین ها هم توی ویدیو دیگه میگیرم. خوب با دقت گوش بدین. این مطلب مهمیه. احتمالی که تو امتحانا بیاد خیلی زیاده. تو امتحان نهایی که خب بیبر برگرد یه سوال ازش میاد و یه مطلبی هم هست خب تازه دارین یاد میگیرید دیگه، نسبت به مطالب قبلی که خب نسبتا بعضیش تکراری بود یه ذره جدیدتره. خوب با دقت گوش بدین بچه‌ها. قدر مطلق میخوام ببینیم مثلا چیه. نکنه من یه محور میکشم. مثلا این نقطه مثبت 2 رو اسمشو میذارم آ. اینجا هم نقطه منهای 2 دارم اسمشو میذارم بی. خب میگم بچه‌ها، از شما میپرسم، میگم بچه‌ها فاصله نقطه آ تا محور، تا مبدأ محور تا نقطه صفر چقدره؟ فاصله آ چقدره؟ شما میگین 1 2. خب 2. خود نقطه آ هم نقطه مثبت 2 بود، فاصلش هم همون 2. حالا میگم فاصله نقطه بی تا مبدأ مختصات چقدره؟ ببین بی روی نقطه منهای 2 محوره، ولی فاصلش نکن 1 2، ولی فاصلش بازم 2 تاه. خب پس بچه‌ها نقطه مثبت 2 و نقطه منهای 2 جفتشون فاصلشون تا مبدأ مختصات 2. خب 2 واحده. به خاطر اینکه بچه‌ها فاصله رو که من نمیتونم با منفی بیان کنم. الان نکن فاصله خونه ما تا مدرسه مثلا 3 کیلومتره. خب فاصله مدرسه تا خونه ما میشه منهای 3 کیلومتر. میگی منهای 3 کیلومتره؟ نه، فرقی نمیکنه. فاصله مدرسه هم تا خونه ما بازم 3 کیلومتره، چون فاصله رو کلا با عدد مثبت بیان میکنه. اصلا فاصله اگه منفی در بیاد غیر قابل قبوله. اینو در آینده تو مسئله ها میبینید. برای همین چون فاصله همیشه عدد مثبتیه و قدر مطلق فاصله یک عدد تا مبدأ مختصاته، واسه همین قدر مطلق همیشه مثبته. خب همیشه مثبته. واسه همین قدر مطلق اعداد مثبت، خب مثلا الان مثبت 2 فاصلش تا مبدأ مختصات همون 2، یعنی مثبت 2 درجه. خودشون از قدر مطلق اعداد مثبت در میاد، یعنی قدر مطلق اعداد مثبت برابر با خودشونه. ولی قدر مطلق اعداد منفی بچه‌ها، منفی 2 فاصله تا مبدأ مختصات چقدره؟ مگه خود 2 نیست بدون علامت منفی؟ پس ما میگیم قرینه‌شون در میاد، یعنی این اگه علامتش منفی باشه این علامتش مثبت میشه. من نمیگم مثبت در بیاد، به خاطر اینکه اگه یه وقت حرف قرار بگیره ممکنه اون حرف رو مجبور شی منفی بذاریم پشتش، بعد اونجا یه ذره گیج میشید. میگم اعداد منفی قرینه‌شون در میاد از قدر مطلق. اعداد مثبت خودشون در میاد، اعداد منفی قرینه‌شون. و قدر مطلق صفر هم که خب همیشه صفره دیگه، چون صفر که علامت نداره به علامتش قرینه بشه، فاصله‌ش هم تا مبدأ هیچ نیست، خودشه دیگه. این از تعریف قدر مطلق بچه‌ها. این مفهوم قدر مطلق پس بفهمید که قدر مطلق یعنی فاصله عدد تا قدر مطلق اون چیزی که عبارتی که داخلشه، یعنی فاصله اون عبارت تا مبدأ، تا نقطه صفر مبدأ. بچه‌ها بریم حالا فعالیت رو انجام بدیم. میگه با توجه به شکل به سوالات زیر پاسخ دهید. نقطه آبی چه عددی رو نمایش میدن؟ بچه نخوا این منهای 1، این منهای 2، پس نقطه بی منهای 3، نقطه آ هم خود 3، پس A3 B منهای 3. فاصله نقطه آ از او یا طول پار خط او آ چقدره؟ 3 واحد. فاصله نقطه B از او یا طول پار خط او بی چقدره؟ بچه میگه فاصله B نکن 1 واحد، 2 واحد، 3 واحد. فاصلش 3. میخوایم نقاط روی محور بیابیم که فاصله اونا از او برابر 2 باشه. خب من یه رنگم عوض میکنم، میگم که اینجا مثلا اسم اینو بذاریم آ پریم، اینجا اسم اینو بذاریم ب پریم. الان آ پریم و ب پریم فاصله شون جفتشون فاصله شون از نقطه او یا صفر مبدأ برابر 2.
نقطه C رو محور نشون دادیم به طوری که OC طول OC برابر 2 باشه. خب خب حالا من آپریمو بپریم گذاشتم، میگه اسمش رو بذارین C باش میذاریم، حالا هرچی ایشون بگه. من اینو پاک میکنم، می‌نویسم C، پس فاصله C هم اینجا هم اینجا از O شد برابر 2. چند نقطه میتونیم پیدا کنیم؟ 2 تا نقطه. بچه 2 تا نقطه هستن که فاصله شون از مبدأ 2 واحد برابر 2. یه نقطه نیست میبینید؟ خب فاصله نقطه نمایش عدد آ، فاصله نقطه نمایش عدد آ را از مبدأ قدر مطلق آ مینامیم. خب با علامت علامت قدر مطلق هم 2 تا خطه، مثلا قدر مطلق یه عبارت بخوایم بذاریم 2 تا خط کنارش بذاریم. با علامت 2 تا خط آ بخونید قدر مطلق آ نمایش میدیم. بنابراین در مثال بالا میتونیم اسم قدر مطلق مثلا اینجا فاصله آ و بی، مثلا قدر مطلق منهای 3 با قدر مطلق 3 برابر خود 3، یعنی چه فاصله منهای 3 چه فاصله 3 جفتشون برابر 3. پس اینجا هم گفته چه فاصله منهای 2 چه فاصله 2 برابر 2. حالا فاصله نقاط نظیر دو عدد 2/3 منهای 2/3 تا مبدأ برابر 2/3. بچه‌ها پس میگه چه 2/3 چه منهای 2/3 تا مبدأ برابر 2/3. پس قدر مطلق هر دو عدد 2/3 منهای 2/3 هم میشه 2/3. پس فهمیدین قدر مطلق منهای 2/3 و قدر مطلق 2/3 جفتشون میشه خود 2/3. مثال قدر مطلق منهای رادیکال 5 رو به صورت خب میگه قدر مطلق منهای رادیکال 5، این میاد منهای رادیکال 5 رو میذاره توی قدر مطلق، بعد میگه این فاصله نقطه منهای رادیکال 5 تا مبدأ. حالا اگه رادیکال 5 2 خورده باشه میشه همون 2 خورده دقیقاً فاصلش، پس دقیقاً میشه همون رادیکال 5. قدر مطلق 400 هم که مثلا به صورت قدر مطلق 400 نوشته میگه همون 400 میشه. پس از اینا ما نتیجه میگیریم. خب من یه دقیقه اینو پهن‌ترش کنم. از اینا نتیجه میگیریم که رنگشم عوض کنم. قدر مطلق 0 مساوی 0. قدر مطلق چیزی بالا من نمیشه عددهای مثبت برابر خود آن عدد. قدر مطلق عددهای منفی قرینه اونها هستن اگر آ عدد حقیقی باشه. خب حالا آ اگه 0 باشه قدر مطلق آ برابر 0. آ اگر بزرگتر از 0 باشه بچه‌ها به این علامت میگن علامت بزرگتری. آ بزرگتر از 0 وقتی یه عدد بزرگتر از 0 باشه یعنی چیه؟ یعنی مثبته. پس آ بزرگتر از 0 باشه یا مثبت باشه میگیم قدر مطلق آ با آ برابره. ولی اگه آ کوچکتر از 0 باشه بچه آ کوچکتر از 0 باشه یعنی چی؟ یعنی منفی. خب هیچ کدوم مساوی ندارن چون 0 بالا به ما گفته بود. آ کوچکتر از 0 باشه قدر مطلق آ با قرینه آ برابره. خب اونجا من گفتم نگین قدر مطلق هر عددی که میره تو قدر مطلق مثبتش در میاد به خاطر اینه. الان آ رفت تو قدر مطلق خب ولی قرینه یعنی منفیش ظاهرا منفیش در اومد ولی در قرینش در اومد. چرا؟ چون این آ خودش یه عدد منفی بوده، مثلا منفی 3 بوده، چون ما اینجا گفته بودیم آ کوچکتر از 0 یعنی آ اگه منفی باشه یه عدد منفی در اومد بودش. پس باید ما در یه منفی ضربش کنیم تا این بشه منفی در منفی مثبت. الان اینجا منفی آ یه عدد مثبته یعنی یه عدد بزرگتر از 0. منفی آ یه عدد بزرگتر از 0 چون آ یه عدد کوچکتر از 0 بوده. خب میگه که مثال به محاسبات زیر توجه کنید. قدر مطلق 10 منهای 20 به علاوه 5. خب 10 منهای 20 من محاسبهش دونه انجام میدم دیگه. 10 منهای 20 میشه یه مثبتی منفی هم کم شه با علامت عدد بزرگ منهای 10. منهای 10 با مثبت 5 دوباره یه مثبت یه منفی از هم کم شه با علامت عدد بزرگتر میشه منهای 5. پس این محاسبه داخل قدر مطلق میشه منهای 5. خب دوباره منهای 5 داخل قدر مطلق میذاریم. حالا میگیم منهای 5 از قدر مطلق قرینش در میاد یعنی در یه منفی ضرب میشه میاد بیرون میشه منهای 5 که میشه مثبت 5. حالا اینجا چی؟
-6 ضرب در -10 منفی در مثبت میشه -6 10 تا 60 تا. پس میشه قدر مطلق منهای 60. خب حالا منهای 60 چون عدد منفی داخل قدر مطلق قرینش در میاد، یعنی منفی 60 که میشه مثبت 60. پس اعداد منفی قرینشون در میاد، یعنی در یه منفی ضرب میشن عبارت های منفی. خب داخل قدر مطلق ولی مثبت خودشون در میاد. خب کار در کلاس صفحه 29. بچه اینا خیلی مهمه، خواهش میکنم خوب گوش بدین، یعنی امکان نداره توی سعی غلط جا خالی اینجور چیزای امتحان ترم اول که حتما تو امتحان ترم نهایی هم میاد اینا همیشه. قشنگ با دقت گوش بدین، البته خیلی آسونه این حالا یکش ها. نکن بچه میگه که آ بزرگتر از صفره. بهتون گفتم این علامت بزرگتریه. وقتی یه عدد بزرگتر از صفره یعنی چیه؟ یعنی مثبته. کلا این اصطلاحی که مثلا میگیم یه عددی یه حرفی بزرگتر از صفره منظورم برای مثبت بودنه. اینجا بی کوچکتر از صفره یعنی که بی منفیه. خب چون عدد منفی کوچکتر از صفرن دیگه. پس اینو وصل میکنیم به آ مثبت و بی منفی است، قسمت دال. دومی میگه که آ بزرگتر از صفر یعنی مثبت، بی هم بزرگتر از صفر یعنی آ بی جفتشون مثبتن، پس خودش وصل کرده به الف. سومی میگه بچه‌ها میگه که آ بزرگتر، به این میگن بزرگتر یا مساوی صفر. پس آ بزرگتر یا مساوی صفر است یعنی آ یا مثبت یا صفره. خب پس وقتی آ مثبت یا صفر باشه یعنی نامنفیه. خب این اصطلاح نامنفی هم میگن به بزرگتر یا مساوی. پس اینجا میشه آ نامنفی است. قسمت بعدی با چه رنگی بکشیم؟ میگه که آ منفیه یعنی آ کوچکتر از صفر، بی هم کوچکتر از صفره. دو عدد آبی منفی است، این اینجا میره. و آخری رو با سبز خودمون بکشیم. میگه آ کوچکتر یا مساوی صفر. بچه‌ها یا کوچکتر از صفر یعنی منفیه یا مساوی صفر. پس آ نامثبت است. بچه‌ها نامثبت و نامنفی برای وقتی میگن که کوچکتر یا مساوی، مثلا اونجا بزرگتر یا مساوی داشت. وقتی بزرگتر محض باشه مثل اینجا از صفر دیگه میشه خود مثبت. خب نامنفی اینجا هم نمیشه چون که نامنفی اگه بگیم صفر هم شاملش میشه. بعد بریم سوال 2. حالا اینکه آسون بود بریم سوال 2 که ذره حالا سخت داره. میگه هر عبارت سمت راست نتیجه منطقی عبارت سمت چپ است. عبارات مناسب را به هم وصل کنید. باشه میگه خب حالا میگم والایات که یاد گرفته، حالا به این جواب بدیم. بچه وقتی که آ بزرگتر از صفر یعنی آ مثبت، بی هم بزرگتر از صفر بی مثبته. البته اینم با توجه به کلاس هفتم تو باید بلد باشین ها بچه‌ها. فقط الان این بالا یاد داد که بزرگتر از صفر یعنی مثبت، بی هم بزرگتر از صفر یعنی مثبت. خب آ مثبت بی مثبت. حالا اینجا این طرف دوم داره در مورد ضرب و جمعشون صحبت میکنه. دو تا عدد مثبت ضربشون میشه چی؟ مثبت در مثبت میشه مثبت. مثبت با مثبت جمع بشه چی؟ دو تا عدد مثبت با هم جمع بشن چی؟ خب 100% میشه مثبت دیگه. پس ضرب و جمعشون جفتشون میشه مثبت وقتی دو عدد مثبت باشن. کدومه که اینا ضرب و جمعشون مثبته؟ شماره 2 که می‌بینید ضرب و زده آ در بی یعنی ضربشون مثبته، آ به علاوه بی هم یعنی جمعشون مثبته. حالا بریم دومی. با رنگ آبی میریم. این میشه آ کوچکتر از صفر یعنی آ منفی، بی هم کوچکتر از صفر یعنی بی هم منفی. خب دو تا عدد منفی ضربشون میشه چی؟ منفی در منفی میشه مثبت دیگه. یادتونه منفی در منفی میشد مثبت. جمع دو تا عدد منفی چی میشه؟ میشد با هم جمع با علامت منفی. خب جمع هم علامت ها میشه دیگه، میشه با علامت خودشون. پس کدوم ازش که ضرب مثبت باشه جمع منفی؟ این شماره 3. این میشه شماره 3. آخری هم که خودش علامت زده دیگه، گفته آ منفی و بی مثبت ضربشون که میشه مثبت در منفی میشه منفی. در مورد جمعشون نمیتونیم نظر بدیم به خاطر که جمعشون از هم کم میشن با علامت عدد بزرگتر که ما الان نمیدونیم آ بزرگتر یا بی، برای همین در مورد جمع نظری نداده اینجا و به شماره 1 بس کرده. بریم اینا خیلی مهم بوده. بریم سوال 3. با دقت گوش بدیم بچه‌ها، با دقت گوش بدین.
چیزی یاد نگرفتین حتما به من بگین. اگه سوالی سخت‌تر از اینا هم بودش در این حد بود که خب اینو یاد بگیرید دیگه. اگه نفهمیدین جایشو بگین، بازم من بیشتر براتون توضیح میدم، توی کلاس‌های رفع اشکال براتون توضیح میدم. ولی اگه سوال سخت‌تر از این مثلا داشتین یا سخت‌تر از سطح کتاب داشتین، برای من بفرستین، من براتون جواب بدم یا تو سوال کلاس‌های رفع اشکال براتون حل کنم. هر عبارت سمت راست نتیجه منطقی یه عبارت از سمت چپه. عبارت مناسب هم وضع کنه. خب حالا میگه بچه‌ها اگه گفتیم اگه آ بزرگتر یا مساوی صفر باشه، که اونجا بهش میگفتیم چی؟ بزرگتر یا مساوی صفر رو میگفتیم نامنفی. اگه آ بزرگتر یا مساوی صفر باشه، قدر مطلق آ با خود آ برابره. چون گفتیم اگه مثبت باشه از قدر مطلق خودش در میاد، صفر هم باشه که اصلا خود صفر در میاد. دومی میگه که اگر آ مثبت، یعنی آ بزرگتر از صفر باشه مثبت باشه، بی هم بزرگتر از صفر باشه بی هم مثبت باشه، خب قدر مطلق در مورد قدر مطلق آ به علاوه بی باید نظر بدیم. ببین گفتیم وقتی دو تا عدد مثبت باشن جمعشون هم میشه مثبت دیگه. خب پس داخل قدر مطلق اگه جمعشون باشه، وقتی که داخل قدر مطلق عبارتش مثبته، عبارت مثبت چجوری در میومد؟ خودش در میومد. پس قدر مطلقش با قدر مطلق جمعشون با خودش برابره. پس میشه گزینه 3. حالا جیم میگه که آ کوچکتر از صفره، عدد آ منفیه، قدر مطلقش چی میشه؟ عدد منفی با قرینه خودش برابر است. تمام میشه قسمت اول. پس اگه آ منفی باشه قدر مطلق آ برابر با منفی آ، یعنی برابر با قرینه آ، به خاطر که بچه آ منفیه، باید در این منفی ضرب بشه بیاد بیرون. خب فکر نکنید عدد منفی از قدر مطلق در میاد. از قدر مطلق اینجا عدد منفی در نمیاد، ولی اگه عدد منفی باشه باید در منفی ضربش کنیم بیاریم بیرون. خب بریم قسمت دال. میگه آ منفی، باشه اجازه بدید من رنگمو عوض کنم. خب میگه آ منفی بی هم منفی. خب حالا میخوام در مورد جمع نظر بدیم. دو تا عدد منفی گفتیم جمعشون چی میشه؟ چی میشدن؟ با هم جمع شدن با علامت منفی دیگه. پس حاصل جمع یه عدد منفی، یعنی کوچکتر از صفره. خب میگفتیم عدد منفی باشه داخل قدر مطلق باید چی در بیاد؟ قرینش در بیاد، یعنی در منفی ضرب بشه. این عبارت داخل قدر مطلق هم چون دوتایی بود میذاریم داخل پرانتز، میشه قرینه منهای آ به علاوه بی، که همین قسمت 4 میشه. بریم سوال 4. میگه عبارت زیر به زبان ریاضی بنویسید، برای هر کدوم مثال بیارین. قدر مطلق حاصل ضرب دو عدد مساوی با حاصل ضرب قدر مطلق است. خب بچه‌ها اینا هم خیلی مهمه. اینا هم خیلی مهمه. خوبه گوش بده. میگه قدر مطلق حاصل ضرب دو عدد. مثلا اگه ما دو تا عددمون رو بگیریم آ ب، حاصل ضربشون تو قدر مطلق بره میشه مساوی با حاصل ضرب قدر مطلق، یعنی قدر مطلق آ ضرب در قدر مطلق ب. خب مثالم بخوام بزنم، خب مثلا 2 ضرب در 3 میشه قدر مطلق 2 ضرب در 3 میشه قدر مطلق 6 که خود 6 در میاد. حالا قدر مطلق 2 ضرب در قدر مطلق 3 چند میشه؟ اون 2 در میاد ضرب در اونم 3 در میاد که این هم میشه 6. 6 هم با 6 برابر شد. من حالا دو تا عدد منفی هم میدم. قدر مطلق منفی 2 ضرب در منفی 4 خب میشه چی؟ میشه منفی در منفی مثبت 4 2 تا 8 میشه 8 مثبت 8 یا 8 که خود 8 در میاد. حالا قدر مطلق منفی 2 ضرب در قدر مطلق منهای 4 میشه؟ منفی 2 میشه خود 2 قدر مطلق در میاد، منفی 4 هم میشه خود 4 میشه 8. بازم با هم برابر شد. ببینید یه عدد مثبت یه عدد منفی هم بدم هم همینه. حالا من الان براتون میرم اینم نکنید قدر مطلق مثلا منفی 2 ضرب در 6 مثبت 6 خب میشه منفی در مثبت منفی 12 که عدد منفی در منفی ضرب بشه میشه منفی 12 میشه مثبت 12. قدر مطلق منهای 2 در قدر مطلق مثبت 6 هم حساب کنم. قدر مطلق منهای 2
بازم در قرینش در میاد، یعنی مثبت 2. این یکی هم که ضرب در مثبت 6 هم که خودش در میاد. خب اینم مثبت در مثبت میشه مثبت 2، 6 میشه 12 تا. بازم نکن برابر شد. پس فهمیدید بر هر عددی دادم قدر مطلق حاصل ضرب مساوی با حاصل ضرب قدر مطلق ها شد. پس این یه عبارت که الان یاد گرفتیم. خب من اینو یه دقیقه ببخشید اینو خطشو بکشم، بعد حالا بقیه رو پاک کنم تا این پایینی مثلا این مثال بود، بقیه‌اش دیگه بزرگه رو بیارم. حالا برم این پایینی که خیلی هم مهمتره بچه، پایینی اونم بنویسم و چکم بکنم مثل این. خب میگه که اول بزنم، میگه که قدر مطلقه بچه خب میگه قدر مطلق مجموع دو عدد قدر مطلق آ به علاوه بی از مجموع قدر مطلق های آن دو عدد کوچکتر یا مساوی، کوچکتر یا مساوی قدر مطلق آ به علاوه قدر مطلق بی. قدر مطلق مجموع از مجموع قدر مطلق کوچکتره. خب اینم درسته، این یه رابطه درسته و خیلی هم مهم و امتحانی و کنکوریه حتی. خب بچه حالا یه چند تا مثال از این میزنم. قدر مطلق مجموع که از مجموع دو تا قدر مطلق کوچکتره. بچه اول دو تا عدد مثبت مثال میزنم، مثلا قدر مطلق مثبت 2 به علاوه 3 به علاوه 3 که میشه هم به علاوه 3 میشه مثبت 5، خودمون 5 در میاد. بعد حالا مثبت 2 رو به علاوه قدر مطلق مثبت 2 رو به علاوه قدر مطلق مثبت 3 میکنم که این میشه 2 به علاوه 3 میشه 5. حالا دو تا عدد منفی میدم، 5 با هم برابر شد، دیدید مثبت با هم برابر شد. حالا منفی میدم، منفی 2 به علاوه منهای 3. خب میشه چی؟ میشه منفی 2. اینجا مثبت در منفی میشه منفی 2 منفی 3 میشه منفی 5 که خب قرینش در میاد میشه خود 5. من قدر مطلق منهای 2 به علاوه قدر مطلق منهای 3 منهای 2 قرینش در میاد میشه مثبت 2، منهای 3 هم قرینش در میاد میشه مثبت 3، 2 به علاوه 3 میشه 5. میبینیم بازم برابر شد با هم. حالا میریم یه مثبت یه منفی هم میگیم قدر مطلق منهای 2 به علاوه 3 میشه 3 منهای 2 میشه 1، هم که میشه با علامت عدد بزرگتر میشه 1، مثبت 1 در اصل خود 1 در میاد. حالا قدر مطلقشون جدا جدا می‌نویسم. قدر مطلق منهای 2 به علاوه قدر مطلق مثبت 3 منهای 2 خود 2 در میاد، مثبت 3 خود 3 در میاد میشه 5. دیدیم بچه ها این دفعه قدر مطلق مجموع که 1 بود کوچکتر مساوی 5 شد. حالا کوچکتر از 5 شد یعنی اینجا که الان مساوی نداشت که من میگم کوچکتر یا مساوی. اینجا بذار اینجا 1 کوچکتر محض از 5 شد ولی این دو جا مساوی شد. پس بچه ها برای اعداد مثبت، برای اینکه جفت مثبت یا جفت منفی، جفت مثبت یا جفت منفی مساوی میشه، این مساوی برای جفت مثبت یا جفت منفیه. برای یه دونه مثبت یا یه دونه یکیش مثبت باشه یکیش منفی کوچکتر میشه. فهمیدین؟ حالا مثلا من الان یه بزرگرم میدم فرقی نمیکنه، میگم 3 مثبت 3 به علاوه نباید گفتم منهای 3 به علاوه 2 که این بازم میشد منهای 1. قدر مطلق منهای 1 در میومد. بعد قدر مطلق منهای 3 به علاوه قدر مطلق 2 میشد 3، اون اولیش 3 در میومد، دومیش 2 میشد 5. بازم قدر مطلق مجموع کوچکتر شد از قدر مطلق مجموع قدر مطلق. این قدر مطلق مجموع اولی، مجموع قدر مطلق دومی دیگه. پس وقتی که جفتشون عدد مثبت باشن یا جفتشون منفی باشن مساوی میشه قدر مطلق مجموع با مجموع قدر مطلق. وقتی یکیشون مثبت یا یکیشون منفی باشه، یکیشون مثبت و یکیشون منفی باشه، مجموع قدر مطلق
ببخشید قدر مطلق مجموع، قدر مطلق مثلا 2 تا عدد به علاوه هم کوچکتر محض میشه از مجموع 2 تا قدر مطلقا. بذار اینجا براتون توضیح بدم. وقتی چی شد؟ وقتی یک عدد مثبت و یک عدد منفی باشد این رابطه برقرار میشه، یعنی کوچکتر محض میشه. ولی وقتی جفتشون مثبت یا جفتشون منفی باشن مساوی میشن. خب اینم از این فعالیت آخر که بر صفحه بعد من تو ویدیو بعد میگم. اولش اومده مقدار تقریبی رادیکال 2 گفته 1 و 4 دهم، رادیکال 3 1 و 7 دهم، رادیکال 5 2 و 2 دهم، رادیکال 6 2 و 4 دهم، رادیکال 7 2 و 6 دهم، رادیکال 8 دهم 2 و 8 دهم. فعلا شما اینا رو سعی کنید حفظ کنید. البته من بهتون یه راه حل دیگه هم میدم که نیاز به حفظ کردن اینا نیست و یک راه حل برای آسون برای حفظ کردن اینا بهتون میدم توی ویدیو بعدی من حتما ببینید. خیلی خیلی نکات مهمی در مورد قدر مطلق توشه. از منم حمایت کنید، دوستتون دارم. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy.